جمال‌الدین نورعلی‌اف، معاون اول رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور، گزارش OCCRP درباره تأثیر رساندن او به فروش سهمیه‌های تشکیلات ایمان اینترنشنال را به اساس خواند. نورعلی‌اف ضمن نشست خبری گفت کسی از بانک ملی به مالکان ایمان اینترنشنال فشار نآورده است تا آنها سهمشان را فروشند. دو هفته قبل مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته در یک تحقیقات نوشت بانک ملی تاجیکستان مؤسسان تشکیلات ایمان اینترنشنال را مجبور کرده است که با نرخ ارزان سهمیه‌های خود را فروشند، ادعایی که مسئولین بانک ملی آن را رد می‌کنند. به گفته رئیس بانک ملی، خرید و فروش سهمیه‌های ایمان اینترنشنال در اساس دستورالعمل صورت گرفته است. این نه تنها با ایمان اینترنشنال وابستگی داشت، این با دیگر تشکیلات‌های قرضی که چنین سرمایه‌گذاری را کرده بودند، نه به فوند ایمان، این چنین فوند خمول بود، اینجا شرکت‌ها فوندهایی بودند که با بانک اروند هم سرمایه‌گذاری کرده بودند، همه آنها با ترتیب آورده شده بودند. مؤلفان تحقیقات OCCRP نوشتند در خرید سهمیه‌ها وینچنزو ترانی صاحبکار ایتالیایی از پشتیبانی جمال‌الدین نورعلی‌اف معاون اول رئیس بانک ملی برخوردار بود. اما جمال‌الدین نورعلی‌اف روز 22 ایار ضمن نشست خبری این حرف‌ها را رد کرد و گفت به خرید و فروش سهمیه‌های ایمان یگان علاقه ندارد، چون سرپرستی این ساحه را نه او بلکه معاون دیگری رئیس بانک ملی به عهده دارد. بانک اروپایی همین خیال تشکیلاتایی که بسیار رپوتاسیا авторитети баланд доранд, нуфузи баланд доранд, ҳеҷ гоҳ дар ягон омилҳои инсоние ки агар дар чунин намуд транзаксияҳо агар пайдо шавад, ҳеҷ вақт сармайягузорӣ намекунанд. ولی در گزارش OCCRP آمده است غصب سهمیه‌های ایمان در همدستی با بانک اروپایی تجدید و رشد صورت گرفته است، چون به نوشته تحقیقات بانک اروپایی تجدید و رشد در این دوره توانست سهمیه‌های اضافی به دست آورد. بانک اروپایی تجدید و رشد معروف‌ترین سهامدار خارجی ایمان اینترنشنال میباشد. ایمان اینترنشنال یک از تشکیلات‌های فعال قرضه تاجیکستان میباشد که سال 2005 تشکیل شده است. هدف تشکیلات از ابتدا رسانیدن خدمات مالیوی به زنان صاحب کار بود. سال 2017 رهبریت ایمان در پی انتقاد بانک ملی از مقامشان برکنار شدند. ماه مارس امسال بسته اساسی سهمیه‌های تشکیلات قرضی به دست سرمایه‌گذاران خارجی گذشت. خرید و فروشی که بحث‌های زیادی را به میان آورده است.